وقتتون بخیر. روزهای گذشته ما شاهد نمایش دیگری از طرف دستاندرکاران حاکمیت دولت کورپوریتی یهودی مسیحی ایرانی در راستای به ظهور رساندن نامردم در لحظات کور آشوب هستیم. حکامان جهان نه به تنهایی با نیروهای سرکوبگر امنیتی خود، بلکه با پروژه ها، پلان ها، خواسته ها و هنجارسازی هایی که می کنند از مردمانی که در یک قلمرو محصور کرده اند و این مردمان رو در تنهایی، ایزوله بودگی و در توده بودگی تعریف نموده اند، سعی در به ظهور رساندنشان برای مناقشات سیاسی، بازی‌های قدرت در لحظات و برهه‌های مورد نیاز می‌کنند. دوران تاریخ مدرنیته چه از جوامع اروپایی و چه در جوامع مختلف دیگر جهانی این تاریخ را تایید می‌کند. نه اینکه بایستی رفتارهای پوپولیستی کرد و بایستی با جامعه‌ای که زخم خورده است همدردی کرد. بایستی ابتدا فهمید با چه چیز این زخم بایستی همدردی کرد. ما چه درد مشترکی داریم. درد مشترک ما سرکوب است. درد مشترک ما کنترل است. درد مشترک ما بی‌قدرتی است. درد مشترکی که همه ماها را به هم پیوند می‌زند و احیانا ما احساس می‌کنیم که به شعور انسانی من، به عاطفه انسانی من، به وجدان انسانی من لطمه‌ای وارد شده است. چیست؟ مرگ خانم ژینای امینی و هر انسان دیگری می‌تواند برای هر انسانی یک مصیبت باشد. انسانی که مجال تجربه زیستن خود را نمی‌کند و عامل خارجی باعث پس گرفتن این فرصت زندگی از این انسان می شود. اما ما بایستی مشخصا از خودمون بپرسیم این مردمی که ظاهراً میخواهند اعتراض بکنن به چه چیز اعتراض میکنن؟ به دستگاه سرکوب حاکمیتی، به نیروی انتظامی، به پلیس، به قانون اساسی، به کنترل شهروندان، به نظمی که یک جامعه برقرار کرده است احیانا. پس چرا ما شعارهای ضد نیروی انتظامی، لغو پلیس را نمیشنویم؟ اگر شما میخواهید همزاد پنداری بکنید با جریان فلوید در آمریکا، مردمانی که در آمریکا به خیابان آمدند بر علیه تبعیض نژادی پلیس، دستگاه پلیس آمریکا را مورد حمله قرار دادند. اگر شماها میخواهید با بگیر و ببندهای پلیسی خیابان برخورد بکنید، بایستی با تمامیت پلیس در بیفتید. چه اصلاح طلبین حاکمیتی، چه اپوزیسیون های مشغول و کارمند و کلونی دولت ایرانی بایستی دستگاه پلیس را در آینده سیاسی به طور مطلق رد بکنند، چون این کارنامه سلیقه‌ای مأموران و نیروهای انتظامی است. هر انسان دیگری را به هر بهانه‌ای در هر خیابانی می شود بازداشت کرد، به هر اتهامی، به اتهام دزدی، برهم زدن نظم عمومی، عفت عمومی جامعه، بدهکاری می شود کسی را گرفت. مثل پلیس های بریتانیا، مثل پلیس های آلمان، مثل پلیس های ایالات متحده آمریکا و پلیس های تمامیت این دولت ملت هایی که در جهان هستند. و هر کدام از این بازداشت ها می تواند فشاری را بر انسانی وارد بکند و انسانی را تا کام مرگ فرو ببرد. شما به چه چیز و ما به چه چیز اعتراض داریم؟ اینی که ما سعی بکنیم تبدیل بشویم به خیل سیاهی لشکران بازیگران قدرت در نامردمی خودمان، این سیکل تسلسل باطل را تکرار و تکرار و تکرار کرده ایم. ناآگاهی ما، جهل ما و به دنبال فرصت گشتن تا در جمع به قدرت رسیدن، اون هم یک قدرت کور،
ناشی از بزرگی ما نیست، ناشی از کمکاری، بیمسئولیتی و نامردمی ما و پیروزی حکامان در تفرقه ما و در نامردم کردن ماست. وقتی از مردم صحبت میکنم شامل آحاد مردمان این سرزمین نمی شود. آحاد مردمان این سرزمین حکایت بزغاله های بز قندی هستند که در شکم گرگ قرار گرفتند، با آنزیم های شکم گرگ ترکیب شده اند و خوی آنها عوض شده است. مردم به کسانی میگویند که طبق تعاریف وضعیت کنونی شامل هیچ کدام از برچسب ها، اتیکت ها و دستبندی ها نمی شوند. نه صنفند، نه سندیکاند، نه رستند، نه کاستند، نه گروپند، نه گروه قومیند، نه زبانند، نه دینند. مردمان کسانی هستند که در کاتگوری هیچ کدام از این تعاریف و اسامی و تیکت ها قرار نمی گیرند. انسانهای گمنام شده، انسانهای بی قدرت شده، انسانهای خلع کرامت شده، انسانهای بی عنوان و بی تایتل شده، انسانهایی که میخواهند خود را به دیگران بازنمایی بکنند. من هستم، من این جهان را تعریف میکنم. همونطوری که جولیوس سزار میگوید جهان صحنه نمایش توست، تو رول خود را مینویسی. من قبول نکردم که شهروند دست هزارم گمنام له شده یک قلم رویی که دائما در حضیض است و مرا بی همه چیزتر و بی همه چیزتر می کند هستم. من انسانی هستم با یک فرصت زندگی که می تواند جهان را به اندازه دستهای خود زیبا بکند، بهتر بکند، جامعه خود را ثروتمندتر بکند، سعادتمندتر بکند و گیر نمی کند لای تعاریفی که از پیش برایش کردند. شما الان به چه چیز اعتراض دارید؟ به رعایت نکردن قانون. شما اصلا به قانون اعتقاد دارید؟ شما اگر به قانون اعتقاد دارید پس چرا بر این اصل بزرگی که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران موجودیت قانونی ندارد نمیستید؟ سپاه پاسداران از 2 فروردین 58 که با فرمان شفاهی خمینی طبق گفته رفیق دوست و دوست دوزانی و محسن رضایی در قم تشکیل شده است، یک مولود ناقانونی نامشروع انقلابی است. موجودیت قانونی ندارد. سپاه پاسداران حکم خمینی را که هیچ مقام اجرایی ندارد رو بکند. ندارد. شما الان با مرگ ژینا امینی میخواید چی بگید؟ میخواید بگید نیروی انتظامی غیر قانونی عمل کرده؟ چه چیز میخواهید بگویید؟ میخواهید بگویید نیروی پلیس بد است؟ در این بریتانیا اصطلاحی برای مشروب خوری وجود داره، بهش میگن the morning after. یعنی که تو که جیک مسونت بود، فکر زمستونت بود، وقتی در این نایت کلاب ها و پاپ ها و بار ها میشینی، ویسکی میخوری، کوکتل میخوری، مس میکنی، کلت گرم میشه، به صبح بعد حالت تهوع و سردرد و سرگیجه و حال به هم خوردن و دل به هم خوردنت فکر کردی؟ مورنینگ افتر میدان تحریر چه شد؟ الشعب یرید اسقاط النظام مردم سوریه چه شد؟ گول خوردنی که در پارادایم شیفت 57 خوردید و به سیاهی لشکران بازی امریکا تبدیل شدید و خمینی را به رهبر انقلاب تبدیل کردید به عنوان سیاهی لشکران، مورنینگ افترتون چه شد؟ صبح بعد نمایش های خیابانیتان داور و شیر سماور و اگزوز خاور و شاه برود و چه شد؟ مردمی که سازماندهی نشده است، به ظهور نرسیده است،
تعین یافتگی نیافته است. سیاهی لشکران شکست خورده بازی های قدرت است که دائما مورد بازی قرار می گیرد. فردای این نمایش هایی که می کنید به کجا می رسد؟ کدام یک از اینهایی فراخوان داده اند میگویند ما نیروی کنترل پلیس در جامعه نخواهیم داشت؟ کی این فرمان را خواهد داد؟ اصلاح طلبین، نهادهای مدنی، احزاب منتسب، اپوزیسیون های برساخته؟ چطوری مردم؟ هیچ کسی به شما تمامیت قدرت را نمیخواهد پس بدهد، اما در بازی های قدرت میخواهد از شما کشته بگیرد تا به نام شما، با خون شما، به نام مطالبه شما به حریف مقابل فشار بیاورد. چه چیز نصیب تو میشود؟ این نمایش های تخت حوزی، این تعزیه بازی ها، جامعه ما اگر وجدان می داشت بابت تجاوزات ثانیه‌ای که به روح انسان ها می شد، فقان بلند می کرد. اینجا نه عفت عمومی مورد حجم واقع شده، نه مردمی بهش برخورده، فقط یک حجمه میدیایی، یک سازماندهی میدیایی شما را در مسیر این مدگرایی و به ظهور رساندن نامردم در آشوب کور رسانده است. همین. فکر حال به هم خوردن ها و تهوع های فردای پس از این نمایشات و صحنه های خود بکنید. داستان ژینا امینی مثل تمام سناریوهای دیگر سناریوی دیگری است که حاکمیت دارد تعقیب می کند. بارها گفتم خود رو در منظر محکوم قرار ندهید و تحلیل نکنید. در منظر حاکمان پدیده ها را و قضایا را از منظر سوددهی و مفید بودن در مانایی و ماندگاری بررسی بکنید. مردم میلیون ها به خیابان بیایند. خب که چه چیز میخواهید؟ چگونه قدرت را به دستان خود باز برمیگردانید؟ چگونه صاحب تمامیت اختیارات خود میشوید؟ به خیابان هم آمدید، از مؤسسات حاکمیت، از بوروکراسی و از بازار گذشته اید. چگونه خود را سازماندهی می کنید برای به دست گرفتن قدرت؟ پشت سر اصلاح طلبی، پشت سر احزاب خودخوانده، پشت سر تمامی این کفتارهایی که در این بازی قدرت هر کدام سهمی دارند و میخواهند از تو به عنوان هیزم این آتش استفاده بکنند. برای چه چیز متاسفی؟ خو گرفتی به قربانی بودگی، دوست داری دردهای خودت رو بلند بلند مثل دونه های تسبیح بشمری تا کسی برات اشکی بریزه، همدردی بکنه، دلت سبک بشه. این نه مبارزه است، نه آوانگارد بودنه، نه بازنمایی کردن مردمه، نه تعین یافتگی مردمه. این یک مشت نمایش مضحکی است از مردم، از نامردمی که مورد بازی قرار میگیرد، از نامردمی که ناآگاه است، از نامردمی که در شهوات خود و در طرزهای خود غرق است، از نامردمی که به خود دروغ میگوید. و شما دارید به خودتون دروغ میگید. شما وجدان عمومی ندارید که مورد حجم واقع شده باشه. وجدان عمومی هیچ کدام از شماها به درد نیامده است. وجدان فردیتان هم به درد نیامده است. اگر تو خیابان شعار هم میدید، بابت نیرویی است که از جمع میگیرید و در لحظه بی درد میشه تنتون، ترساتون میریزه، گرمید، 4 تا شعار میدید.
برید بگردید دنبال اونی که تجمع اولیه رو کی براتون درست میکنه، چون شما روزانه مورد تجاوز واقع میشید اما سکوت میکنید. حالا شعار شما چیه؟ جامعه بدون پلیس. شعار شما چیه؟ جامعه بدون کنترل. به دنبال طرح ریزی نظمی هستید که کنترل و سرکوب نداشته باشد. چیست شعار شما؟ این ساده سازی ها و این خود گول زنک هایی که تو نمیتوانی خود را به تعین برسانی در مردم بودگی، نمیتوانی تمامیت قدرت خود رو مطالبه بکنی و میری بی چیزهای الکی میچسبی که لحظه خود را در پس شهوات نشان بدهی تا دیگران از این پیکر گول خورده ضعیف تو استفاده بکنند و تو رو نقدت بکنند. اگر تو به این مقام رسیدی، از مقام انسانیت خارج شدی. کسی که به خیابان میاد تمامیت قدرت خود رو میخواد و تا پس گرفتن تمامیت قدرت خود کفشاش رو از پاش در نمیاره. این نمایش های مضحک دور تسلسلی است که ما نتایجش رو سالهای سال داریم میبینیم. شما تمامیت حاکمیت، تمامیت دستگاه سرکوب و تمامیت کنترل رو حفظ میکنید. شما نه قانون میفهمید، نه بازی با قانون میفهمید، نه اجرای قانون براتون مهمه، نه براتون مهمه که خودتون رو شهروند هیچ جایی بدانید. اگر میدانستید حکومت ناقانونی جمهوری اسلامی خود را بر خود قبول نمی کردید. سپاه پاسداران مولود زنازاده حرامزاده ناموجود قانونی و نامشروع انقلابی را بر خود تحمل نمی کردید. سپاه پاسداران حکم خمینی را که هیچ مقام اجرایی ندارد رو بکند. دیدید شما مردمان مطالبه گری هم نیستید. دیدید شما به دنبال قانون هم نیستید، مدنی هم نیستید، مدنیت را هم نمیفهمید. اگر میفهمیدید که ایرانی بودگی شما یک هویت قانونی است و زمانی که این هویت قانونی معنا می‌یابد که آحاد مردمان این سرزمین این قانون را برتافته از اراده خود بدانند و تخطی در این قانون را تعرض به وجود آنها بنامند. تو امروز برات مهم نیست سپاه پاسداران موجود ناقانونیه. تو برات مهم نیست جمهوری اسلامی یک مولود حرامزاده غیر قانونیه. حالا میخوای با نمایش های فعالیت مدنی بازی تو نافرمانی مدنی بازی چه چیز را از خود نمایش بدی؟ مدنیت را. تو دیگران تحریکت میکنند وارد این بازی ها میشین. حواستون باشه این بازی مردم نیست. ما مردم نیستیم. میلیون ها نفر از شما هم در پوزیشن قرار دارید. خودتون رو روشن فکر و معلم و فعال مدنی و فعال حزبی و فعال سیاسی و فعال اقتصادی میدانید. شما مردم نیستید. شما گمنام شدگان تاریخ نیستید. شما بی قدرت شدگان تاریخ نیستید. ما مردمیم با تمامیت کپاسیتی توانایی های عظیم یک انسان که میخواهد جهان را چونان دستان خود و با دستان خود زیبا بیافریند. مردم ماییم و متعین هم خواهیم شد.